سلام به همه. امروز قراره با هم وارد دنیای رازها و اتفاقات عجیب بشیم. داستانهایی که شاید باور کردنشون سخت باشه، اما یکی از اونا واقعیه. یعنی این اتفاق واقعا توی دنیا افتاده. اما کدوم؟ شما باید حدس بزنید. حواستون رو جمع کنید و تا آخر ویدیو همراه من باشین، چون قراره یه حقیقت عجیب رو کشف کنیم و شاید چیزی که فکر می‌کردین درست باشه کاملا اشتباه باشه. داستان اول، مردی که هرگز نمی‌مرد. در سال 1850 مردی به نام الیاس کارتر در یک روستای کوچک انگلیسی زندگی می‌کرد. مردی آروم، کم حرف و کمی مرموز. مردم روستا درباره اون حرفای عجیبی می‌زدن. اون نه تنها پیر نمی‌شد، بلکه هیچ وقت مریض یا زخمی هم نمی‌شد و همیشه مثل یه مرد 30 ساله به نظر می‌رسید. اولش کسی توجهی به این موضوع نکرد، اما نسل‌ها گذشتن و الیاس همچنان همونطور باقی مونده بود و مردمی که اون رو به یاد می‌آوردن باور نمی‌کردند. شایعات روز به روز بیشتر شد تا اینکه یک روز جلوی چشم همه الیاس از روی صخره‌ای بلند سقوط کرد. سقوطی که باید اونو میکش، اما نه تنها زنده موند بلکه خودشو تکوند و بدون هیچ زخم یا دردی از اونجا دور شد. از اون روز دیگه هیچ کس اونو توی روستا ندید. اما داستان اینجا تموم نمیشه. در سال 1920 در فرانسه عکسی از یک مهمانی اشرافی پیدا شد. در گوشه تصویر مردی ایستاده بود که به طرز عجیبی شبیه الیاس کارتر بود، با همون چهره و همون لباسایی که انگار با گذر زمان کهنه نمی‌شدند. و باز هم در دهه 1980 یک مرد با همون ظاهر در نیویورک دیده شد، در حال عبور از خیابان، انگار که از دل تاریخ بیرون اومده باشه. آیا ممکنه که یه نفر بدون تغییر، بدون پیر شدن، قرنها زنده بمونه، یا حقیقتی تاریک‌تر پشت این ماجراست؟ شما حدس بزنید. داستان دوم، پرواز گمشده‌ای که بازگشت. بیایید برگردیم به سال 1954، جایی که پرواز شماره 513 از فرودگاهی تو آلمان به سمت برزیل پرواز کرد. همه چیز عادی بود، اما این پرواز هرگز به مقصد نرسید. هواپیما و تمام مسافراش هم ناپدید شدند. هیچ پیام اضطراری، سیگنال یا هیچ اثری از سقوط نبود، انگار که توی هوا محو شده بودند. دهه‌ها گذشت و این پرونده به عنوان یک راز حل نشده بسته شد، تا اینکه در سال 1989 درست 35 سال بعد همون هواپیما به شکل غیرمنتظره‌ای توی فرودگاه برزیل فرود اومد. همون هواپیمای 513. ماموران برج مراقبت اولش تصور کردن یک پرواز تاریخی بازسازی شده، اما وقتی به سمت هواپیما رفتن و درشو باز کردن، چیزی دیدن که تبدیل به کابوس شب‌هایشان شد. تمام مسافران، هر 92 نفر، همونجا روی صندلی‌هاشون نشسته بودن، اما فقط اسکلتاشون باقی مونده بود. هواپیما سالم بود، موتوراش هنوز کار می‌کردن، اما داخل اون چیزی جز بقایای مسافران نبود. سوال اینجاست، این هواپیما کجا بوده؟ آیا در بعد دیگر گیر افتاده بود یا دچار پدیده‌ای غیر قابل توضیح شده بود؟ و اگه اینطوره، چطور به زمان حال برگشته؟ این یکی از ترسناکترین معماهاییه که هیچ کس پاسخی براش نداره. نظر شما چیه؟ داستان سوم، مردی از کشوری که وجود نداشت. در تابستان سال 1954 مردی به فرودگاه توکیو رسید و پاسپورت خود را تحویل ماموران داد، اما در کمتر از چند دقیقه ماموران به شدت مشکوک شدند. پاسپورت اون متعلق به کشوری به نام تائورد بود، اما مشکل اینجا بود، چنین کشوری وجود نداره. اون ادعا میکرد که کشورش بین فرانسه و اسپانیا است و پاسپورتش پر از مهرهای ورود و خروج بود که نشون میداد سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشته. اما وقتی ماموران نقشه‌های دنیا رو جلوش گذاشتن، اون گیج و عصبی شد، چون تائوردی روی نقشه وجود نداشت. ماموران تصمیم گرفتن اونو برای تحقیقات بیشتر توی اتاقی نگه دارن. درشو قفل کردن، اما صبح روز بعد وقتی درو باز کردن، اون ناپدید شده بود. هیچ راه فراری وجود نداشت، پنجره‌ها بسته بودن و هیچ دوربینی چیزی ثبت نکرده بود. انگار که اون هرگز توی اون اتاق نبوده یا اینکه از دنیای دیگه‌ای اومده بوده. نظر شما چیه؟ حالا که 3 تا داستانو شنیدین، وقتشه که شما حدس بزنین. کدوم یک از این داستانا واقعی بود؟ توی کامنت ها حدستون رو بنویسین. و اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، حتما لایک کنید و سابسکرایب رو فراموش نکنید و منتظر داستان‌های عجیب‌تر باشید. و اما داستان واقعی امروز ما داستان شماره 2، یعنی پرواز گم شده بود. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.